سلام دوستان، چرینتیتا هستم. امیدوارم از جهستین سلامت باشین. امروز اومدم پارت 4 بازی استاربرید رو واسهتون شروع کنم. من یکم جلو رفتم، بازی سه مراحل فرعی رفتم که یکم بتونم مهارت و اسکیلا رو ببرم بالا، چون اگه خواستم اونا رو توی این پارت اجرا کنم یه کوچولو طول میکشید. برای همین یکم جلو رفتم بچه. اگه مثلا شروع کردم یه مسیر دیگه اومدم برخلاف پارت قبلی، به خاطر اینه که من مراحل فرعی رو رفتم، یکم هم داستانیش یه کوچولو جلو رفتم. اونقدر چیز خاصی نبود، میتونم بگم کاتسین هم حتی نداره، یه چیز معمولی بود. اگه خودتون دوست داشتین این تیکه رو بعدا میتونین توی گوگل سرچ کنین که قبلش چی میشه. پس با این بدون معطلی بریم داخل ویدیو. امیدوارم هر جا که هستم خوب باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. بریم داخل بازی چون خودم خیلی ذوق دارم ببینم چی میشه. واو، اینجا چه خبریه؟ این در واقع چه خبر هست؟ چی؟ Maybe the pattern under your feet is a hint. او یک ضرب بپرم روی Pattern under your feet is a hint. چیز میشه. واو، Maybe the مردم. pattern under your feet is a hint. Maybe the pattern under your feet is a hint. یا برای نمیشه یه خونه علکی باید هدر بدم. Maybe the pattern under your feet is a hint. چی میگه؟ اشتباه زدم. دستم خورد. ببینم راه دیگه هست. نو. باید ببینم که چی کار باید کرد. فیگورت کرد استفاده. خب این که راحت اینو میگه. Maybe the pattern under your feet is a hint. خب اینجوری باید برم. اوه. بکنم بمیرم، The pattern under your feet is a hint. چون اینجوری رفتن یه کجا Maybe the pattern under your feet is a hint. چندین بار میگفتم. خب بکنم اینه. تا اینجا فهمیدم کدومه. روی مثلثه میام. Maybe the pattern under your feet is a hint. قطعا کارم نمونه. بعدش میام روی زبدره. نه روی دایره. Pattern under your feet is a hint. خنده دار آیه. یا آدم تیکه رو دارم میفتم. Maybe the pattern under your feet is a hint. باشه بابا فهمیدم، اینقدر تکرارش نکن. Maybe the pattern under your feet is a hint. Maybe the pattern under your feet is a hint. چی شد؟ سب کن ببینم. آها اوه فهمیدم. مثلث، دایره، ضرب در مربع. دایره، ضرب در. Maybe the pattern under your feet is a hint.
Great. Let's move to the next area. خب فکر کنم بمیرم همه اینا رو باید از اول بیام. شانس گند من. دمت گرم. خود بازی هم فکر کنم میدونست اینجا قرار زیاد بمیره. چون نوشته بود من اصلا فکر کردم یه چیز دیگه رو میگی، ولی الان فهمیدم. خب چی رو بریم بالا؟ آخر من نفهمیدم اینو باید چیکار کنم باز بشه دوتا برش. اصلا نمیفهمم اینا رو بکنم. از اونجایی که به نظرم این دوتا میخواد، این هم چون حرکت خوبیه، اینو بگیرم به نظرم واکنم بهتره. اینجا چقدر شبیه مکان دد اسپیسه، چون دد اسپیس بازیش یه همین چیزایی داره. Let's get it out of there. دوار چیزا که نه، یه قسمت شبیه این داره. خب ربطی نداره، گرفتم. این بالا چه خبره؟ اینم که تیره. دلم ترکید. اصلا هم قوی کردم دیگه، دیدین که چقدر قوی بود. قوی در واقع شد. دیگه سلاح هم یه طوری شده، با سلاح هم حتی میتونم با دشمن باس فایت مبارزه کنم. این وا نمیشه. خب اینم وا نیست. خوش مشتا کسی نیست. بعدم میخونم اینو سر فرصت. The door on the other side's open. حله این وانه شد. چه بد. کسی نیست اینجا. بعد اون برم میگیدم. اون بر کسی نیست. باید داخل برم معلوم بشه فکر کنم.
اینم گرفتم کسی نیومد. از این بالا مالا ها مطمئنم یکی الان میپره. خب اطمینانم اشتباه بود. The laser is on. Let's go down. حله. این تیکش هم شبیه رزیدنت ایول شد. آها از اون بره من فکر کردم. این موجودات لعنتی. یکی دیگه. تیر بده تیر بده تیر بده. موجوداتی که دیدیم یه انگل دارن مثل اینا دقیقا اینطوری میفتن ازشون بیرون. تیرا بیاین. تیر چقدر دارم؟ فولم الان یه دخله همه رو میارم. این در بسته بود. کسی نیومد؟ نه. الان دیگه درها همه شون باز شدم. برم ببینم چه خبر از توشون. دلم ترکی. یه گفتم یهو میخواد بپرونم. دخلم بیاره. یه دونه از اون بتا متا کورشی ها هست از اونا بدین دیگه. دهن سرویس ها. همه درها به جز این بسته شد. چه خوب اینا لول آپ کردم. چون یه لحظه گفتم این ممکنه به درد بخوره واسه یه جایی که الان میبینم بهترین موقع برای استفاده کردن ازشه. نه این در بسته بود. هنوزم بسته است. اینم گرفتم. این ورداره همه بسته است. خورم. اوکی. کام روی این لیزره برم اتفاقی بیفته. Whoa! Test subjects are alive. اوکی فهمیدم. با تو خود آها. خب اوکی پس من الان اجرایی بدبختم. برو بینیم بابا همینطوری لقلتو میارم. کام اینجا بذارمش بهتره. آره
خب من چرا ضربه خوردم الکی به یه دونه دیگه نیاز میشم فکر کنم. آره بهتره که اینو پس وا کنم. نه 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 چیدمان اینا یکم وقت رو میبره. کسی از پشت امیدوارم بهم حمله نکنه. اون وقت اینجا یکی دیگه هم بود. خب اون وقت این برای چیه؟ اوکی نه همین؟ Great. Success. ای خب عیب نداره، همینم باز خوبه، چیز بدی که نیست. فول هست اینا. باید اون دوتا پرش آزاد کنم. اینا نمیدونم چی هستن. Do you think humans use this facility to study Naytibas? Or Yes, they might have done, Lily. اینجا قشنگ من یاد رزیدنت اویل 5 میندازه. قشنگ But this place seems more رزیدنت اویل 5 چون یه قسمت داره اینطوری میای پایین که کرکتر جیل رو نجات بدی، یه باس فایت عنکبوت میاد. اینجا دقیقا شبیه اونجا. فکر کنم قرار به باس فایت برسم، فکر کنم نمیدونم، چون که قسمتی که من رست کرده بودم HP پر بود، خیلی با اینجا فاصله نداشت. فکر کنم الان باید به یه دونه از اون آلفا نیتیو ها برسم. خب قسمت جدیدی برای من باز نشد. 2 تا قسمت هست که بس هست، اینا باید باز بشه. خب از اون جایی که گفته بودم میخوام اینو قوی کنم، اینو میبرم بالا، بعد از اونم اینو. سیستم آپدیت داده بود، سیستم PS5. او چه خوب اینو دیده بودم. خب این سیستم آپدیت داد. نه رکورد رو قطع نمی کنم. لباسشو بهتر عوض کنم. لباسی که جدید گرفتم این بود. هیچ چند تا لباس جدید من گرفتم، بذارمتون نشون بدم. حسی جدیدم که اضافه کردم، اینو نه بابا، اینو شدن این بود، عینک.
لباس این عینک رو استفاده نکردم، از این استفاده میکنم برای این لباس که تازه اضافه شد. اینم اضافه کردم. بال بدک نیست ولی خوشم نمیاد چون که بسته است دیگه، کرکتر نماد لباسش بسته باشه. چیزی که اضافه کردم اینه. به 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 به. عینکی ولی باش احساس کنم نمیاد، نمیدونم چرا. برش کن. به به چه لباسی. نمیدونم چرا احساس کنم سانسور شده. چون یکی از لباساش که سانسور شده بود و دیدم توی قسمت که با لباس خریدم بود، دیدم اصلا. لباس خریدن چیه؟ بره لباس فاد آزاد کنی. دیدم. چقدر تیر. آره منم احساس بدی دارم. اون گفت احساس بدی دارم، منم گفتم دقیقا. از بالا مالا یکی الان میپره. Pass through the lasers without a single scratch. اینا خطری نداره، روی اینا فقط کافیه بری خودشون منفجر میشه. آها این خطریه. بیشور. لیزر داره به من نزدیک نزدیک باور نمیشه. اصلا سلاح هم اینجا کار نمیکنه دیگه. کار میکرد اینا الان زنده نبودن که اصلا. Pass through the lasers without a single scratch. باید دمیجا رو بخورم. انجام شد. خوبه. خونه زیاده هم ازم نرفت. خوبه. توی محیط بسته یه عالم دشمن داشت میومد. Done. The elevator should work now. خب چی شد؟ آها. There's contamination here as well. There should be a weakness. چرا جای استراحت انقدر سریع داد؟
این دیگه چیه؟ کارش اونجوری نیست. اینم دقیقا شبیه دد اسپیسه. اینجا هم دقیقا تیر بگیرم. نه این شکستنی گام نیست. خب برگردم. نه نمیخواد فکر کنم. یه دونه است. خب یه دونه تیرم یه دونه است دیگه. هر تیری با ارزشه. Contamination is advancing here. There's a security code. It will definitely come in handy. We're almost there. The path is blocked. لعنتی از کدوم ور حالا برم؟ We can take a detour through the vent. مسیر دیگه ای هست؟ اینجوری داری واسم میگردی؟ آره هست. Try entering the code. خب کد چی بود؟ یو ان چقدر فاصل هست روی اینا دادا بره. خب Worked. معلومه که جواب داد. حرفا میزنه. میگه عمل کرد. معلومه که عمل کرد. Wind is making it hard این to دیگه control the چیه؟ برگردم بالا. نمیتونم بپرم. وای 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 وای. دستمال میخوام بره. دستمال ندم. blow it up at the planet summit. بیشعور. حیوان بیشعور. Come on, let's get out of here. تیر بابا تیر میخوام. دماغم آبریزش کرده. دستمال ندم کنارم. خب یه جعبه امنیتی داریم اینجا که بازه.
و من چیزای با ارزش رو میگیرم. نمیای جلو؟ خب باش من میذارم. خوبی این تیکه باز اینه که نه تنها تیر از اون وسیله ها میگیرم، این موجودات هم میبیرم بهم تیر میدن. خب او این از این هست. اینجور جواب مدل های دیگه هم دارن، مثلا اینجوری که واسه خودش میاره من باید تون تون بزنم. وای 3 تا مونده بود. دوباره باید دقت کنم. شروعش هم دوباره از اون قسمت نیست. یکم سخته این ولی شدنیه. شروعش هم از اون تیکه ها نیست، از یه تیکه های دیگه است. The supply cap is here as well. Let's take a breath anyway. او ندیدم لعنت. چیزای خوب میندازی ها، یعنی قشنگ خوشحال میشم، شنگ مدیونت میشم. حالا تیرامو بده. خب اون تیکه چه اشتباهی کردم. Almost human. These Naytibas are definitely different from the ones on the surface. A lot of چه them اشتباهی entered بدی the کردم. Naytibas. Elder, you're keeping something from us. What is it? دستکش ببندم. شالانه قطعا به باس فایت میخورم و دستم عرق میکنه. آره خب لباس چی میتونم آزاد کنم؟ رو پایین ماینا که همه چیزایی رو آزاد کردم. این اون لباس هست که سانسور شده، اون وسطش از این سوتی هم بنده هست نبود قبلا، اینو پلی استیشن اف سانسور کرد. چطوری حالا برم بالا؟ آها اینا. بله این یه باس فایت قطعا. این همون تیکه هست که بسته بود. فکر کنم الان اینو بزنم اینجا شورتکات میشه.
چقدر چندش آوره. Heart of me. Hey. مبارزه با این چه شکلی هست؟ باید همین اونجا رو بزنم. انمی به نمی نمیاری که. چرا میاری؟ خب اون ترکید، این هم ترکید. حالا یه دونه شونده. تیر ندارم مختم. یه جا وایسا لعنتی. همینه وول نخور. همینه بمیر عزیزم بمیر یکم تیر بهم بده. مرد تمام. خیلی آسون بود. Look, it's a hyperdrive. خب همه چیزایی که ناخت رو برداشتم. قبل اینکه حالا اینو بردارم ببینم روی اینا چیزی هست. نه رو این ورا هیچی نیست. یه تروفی هم داد. The hypercell's preservation status is good. Great. یا سلاحه یا نه. You should head back. I'll have the pod waiting for you once you go outside. Wait. There's این چیه a دیگه؟ legacy here. A legacy? یه لگاسی؟ What's that? It's a device with records left by the airborne squad before me. They leave important information for the next airborne squad. I see. But why would an airborne squad come all the way here? Maybe they knew something about the Alpha or the Elder. I'll check the legacy. این کیه؟ 8 after the second dive. Third record. Legacy روز account هشتم. remaining survivors Ripley and Anis. Anis is in a bad condition. Death is very likely at this rate. We discovered this laboratory 4.47 kilometers from the drop-off point. It seems to be a facility that studied Naytibas, but it's hard to obtain accurate information due to severe contamination. However, I discovered an astonishing fact while searching through the data. Before the war we call the Final War, there was another war. Final It was a War war جنگ between آخر. humanity and the androids humanity had themselves created, the so-called Andro-Eidos. Humans lost the war against their own creation. انسان جنگو The few باختن. humans who خب did survive hid in underground facilities, but the hunt was far from over. However, an unexpected factor turned the tide of the war. With mankind at the verge of extinction, Naytibas, powerful creatures from an unknown origin,
appeared out of nowhere. The war with the Naytibas brought about the destruction of the androids. مبارزه با And so, نیتیوا. during this time, mankind was able to make its escape to the colony. From now on, I plan to investigate the origin of Naytibas. Hopefully, at the origin point, I should find the Elder Naytiba. To anyone who may be watching, may Mother Spear's blessings be with you. مرسی دمت گرم. I didn't think a record like this existed. And there was another big war before the final war. I never learned یه about جنگ anything like بزرگ that in قبل college. از جنگ آخر بود. The چی history of فکر میکنی mankind is آدم؟ riddled with conflict. It's hardly a surprise to hear about wars before the final war. یه جنگ قبل از It's جنگ strange that آخر. this wasn't passed down. I'll retrieve the legacy and go back. Wait a moment, Eve. I can pick you up with a tetrapod. Okay, I'll be waiting. خودش اومد به جایی که من برم. الان 2 تا مسیر رسید. یا یه خانمی که اینجا میبینی اینجا یه جور مراقب بود، من باهاش فایت کردم و گذاشت برم. نیم که چیز خاصی نمون. خب مپ رو یه نگاه اندازم. خب جایی که دیگه باید دارم یه دونه این بره و یه دونم این برش. Tell me if you need anything. How may I assist you? Thank you, thank you. این لباس هم جدیدم بده برم دیگه بابا. You did great, Eve. Shall we go back to Zion? Let's get on board. تو میخوای بهم کمک کنی؟ چقدر خوب. مرحله فرعی چیزی نیست. جوابی چیزی اینجا نیست. آها یه دونه اونجاست. حوصله خونده این ندارم، بعد همه اینا رو میخونم که بفهم داستان اینا چیه. راهی مثل این که نیست من اونو بگیرم. باید اون 2 تا پرش رو بگیرم باز کنم.
گفتم که بعداً میخونم. ولی فعلا باید ببینم جریان این چیه، این جایی که دارم میرم. اینو خوبه، اینجا هم باز شد. فکر کردم یه لحظه حتما باید با این حرف بزنم. As expected. My eyes did not deceive me. Excellent work, Adam. I'll leave this one to you as well. Let's go to the hyperdrive. Secondary drive energy injection. Initiating activation. Whoa! It looks brighter now. Yes. What we're doing is really worth it. Once again, thank you. Now it's your turn. Wait. یا حالا نوبت توه. Answer. دیگه قبل اینکه جواب بدی There's a sewage treatment facility and a train graveyard in the old city center. I am detecting the frequencies of an Alpha Nativa coming from Matrix 11. Matrix 11. ماتریکس 11 I'll forward the map data to the tetrapod. It will guide you as you attempt to travel to the Alpha Nativa's location. Well, thanks for helping us. It means a lot. None of this can compare to all that you have done for Zion, I assure you. I wish you luck. The town seems different. I She see should. people, more signs. I told you, what we've accomplished has been well worth it. I don't think we'll be catching any more sideways glances. Well, that's great to hear. To be honest, I was getting a bit anxious. I'm heading over to the tetrapod. Why don't you take some time to enjoy the new scenery?
موشو ولی همچنان میگم محشر ساختم. اینجا هم یه تماس سینم باز کنم. فست تراولر هم دیگه دونه دونه وانو. این چیه؟ این چیه؟ چه قیافه این یارو این شکلیه؟ نه این رباته. How dull. موهاشو میشه درست کرد؟ بذار امتحان کنم. Hey, Oh, it's you. what do you mean, dull? Oh, I guess you heard that. I'm sorry if I offended you, Angel. I wasn't asking for an apology. I just wanted to know why you said that. What is this place? This is my shop, Gwen Hair Salon. I'm Kasim, the hairstylist. Hair. I style your hair so you feel better and confident. Your hair looks great. It's full of potential. But that potential is hidden at the moment. That's why I said it is dull. Is that so? Are you saying you can make my hair less dull? Of course. But I don't have the proper tools with me right now. Those so-called scavengers stole them. I can't run a business without my tools. But then they probably just threw them away. Those tools would be useless to them. Thrown away? Where? Things like that usually end up in the landfill in the wasteland. Okay. I can look for them. In return, you will style my hair. Sounds good to me. I'm missing 3 items. Scissors, hairdryer, and hair straightener. اینم موشو بابا حد زده تلم کنم مثلا اینم موشو چطوری درست میتونی بکنی. خب قبلش من برم ببینم اول ماموریت فردی چیه بعدش بیام میگم فردی ماموریت چیه بعدش بیام موهای اینو درست کنم. اینطوری بهتره. Eve, you're here. Look over here. What's this? چیه دیگه؟ This here is an alpha signal meter. This device Signal uses alpha. subtle resonance from the alpha core to pinpoint its location. It can't reach a super long distance, but you'll find it useful once you head over to the location Orkul told you about. Wow, good work. You're gonna put me out of a job. I thought you were already out of a job. You little brat. Thank you for helping me out all the time, Lily. And just one more. Can you turn around for me? Here, done. What have you done, Lily? I customized the power distribution of the body cell. Doesn't your body feel lighter? Something does feel different. If you try jumping, I bet you'll notice the difference. دابل جامپ خوبه. ببینم این چی میگه. So, you ready to go?
Matrix 11 is an underground facility. The search perimeter is extensive, so make sure you're prepared. نه فعلا نه. Let me know when you're ready. I'll be here. خب بچه ها من دیگه باید تا اینجا رکورد رو قطع کنم چون که الان ساعت 7 شد. باید برم مغازه و دستگاه ما آپگرید کنم. پس تا اینجا همراه هم بودین. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. دستتون درد نکنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چی گفتم؟ پس امیدوارم ازم حمایت کرده باشین تا اینجا. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه تا پارت بعدی. من سعی میکنم یه سری مراحل فرعی رو برم، بعدش دیگه میرم پارت بعدی رو شروع میکنم. تا دیدار دیگر بچه ها، بدرود. ولی یه ثانیه ببینم. آها حل. فکر کردم دیده خوب.